خسته نباشید. عذر میخوام، من در عرض 50 سالی که تو کار من احمد بیطرفان عرضم به حضورتون که 50 سال کارم تو قنادی، شیرینی سازی و بعدم قند کله، قند حبه اینا بوده. این جزئیاتی که خدمتتون عرض میکنم ما ندانسته، مثلا این شکری که من به اصطلاح رئیس اتحادیه قندریزان قم بودم، هر بار 2000 تن 3000 تن شکر از 7 تپه تحویل میگرفتم و به 22 تا کارخونه تحویل میدادم و بعد قندش رو تحویل میگرفتم، چون ما باید شکر رو تحویل میگرفتیم از دولت و تحویل دولت قندش رو در زمان جنگ بود تحویل دولت میدادیم و ما این شکر رو، بهترین شکر رو که شما میبینید بهش میگن زهر سفید و ما این شکر رو که میریختیم هر 2 تن شکر رو 100 گرم موادی به نام بلانکیت که این 2 تن شما حساب کنید 2 تن شکر با 100 گرم این بلانکیتی که قاطی میکنه اگر نکنید قند سفید نمیشه. شما که این میبینید قند سفیده به خاطر این که این بلانکیت داره، این زهر سفید رو داره. شما ببینید این نباتای اصفهان بهش میگن بی جوهر، چون جوهر بهش نمیزنن زرد میشه. ما یه زمانی خواستیم بدون جوهر کار کنیم، چند وقت قند رو بدون جوهر زدیم و نزدیک 20 تن 25 تن قندمون همطور موند، یعنی کسی نمیخرید. قند زرد رو نمیخرن، قند که جوهر نداشته باشه نمیخرن، قند میگن باید سفید باشه. حالا ما اینجا مثلا 100 گرم بلانکیت بهش میزدیم تو این کارخونه های دولتی، فریمان، شیروان. من رفتم بازدید اونجا، دیدم اونا با کاسه، یعنی 1 کیلو میگن که این قند شیروان خوبه، این قند فریمان خوبه، اونا بیشترین بلانکیت داره. و عوارض این بلانکیت سرطانه، سرطانزاست. این یه چیزیه که سرطانزاست و بسیار کشنده است. یعنی اگر شما 1 گرمشو خالص بخورید درجه آدمو میکشه. بله. و اینکه من بعداً به عمده فروشی رفتم و عمده فروشی میکردم و روغن میفروختم به کارخونه های کالباس. یه بار برای گرفتن فاکتورای پول رفتم یکی از کارخونه ها، دیدم که اونجا یه بشکه‌های بزرگی هست توش گوشته. پرسیدم اینا چیه؟ گفتن اینا گوشت برزیلیه، از برزیل میاد. ببینید تمام این سوسیس‌ها و کالباس‌ها همش همینطوره. اگر شما با سنگ می‌خواستی، با سنگ برش می‌خواستی این گوشتا رو چیز بکنی نمیشد. اینا میومدن این بشکا رو میشکافتن و اسید میریختن، این گوشتا رو میذاشتن تو اسید که وا بره، بعد سوسیس کالباس درست میکردن. این سوسیس کالباس ما، یعنی این کار رو در آمریکا بکنن فوراً اعدامشون میکنن. متوجه شدید؟ ولی اینجا چون کسی به کسی نیست، به هر صورت این کارا رو انجام میدن. مثل همون روغنی که گفت، روغن ترمز ماشین رو میبرن به مرغا میدن، قاطی میکنن با سبوس اینا که زود چاق بشن، زود 2 کیلو نیم بشن. مرغ هر چی کوچیکتر بهتر. و این تجربیات من بود از این کارخونه قند و بساط این حرفایی که هر چی میدونید قند، شکر نخورید. من همین الانش یه موقع بخوام یه دونه چای بخورم بدون قند میخورم، هیچ ایرادی هم نداره. چند وقت الان از هفته قبل که من اومدم اینجا این خامخواری رو شروع کردم و مادر زنم خیلی ناراحته، میگه تو یه هفته اومدی. من خودم اهل چیز هستم، من ساکن قمی هستم و رفتم ساری ویلا خریدم اونجا زندگی میکنم توی جنگل و مادر خانم اقل ناراحته، میگه تو 2 ماه 3 ماه یه بار میای اینجا، حالا میخوای شام نخوری؟ گفتم شما اینو اگه میخوای زهر به من وارد کنی اینو به من بده بخورم. برام چیز درست کرده، کدوی آبپز. گفتم شما این کدو آبپز به من بدید، کاهو، میوه، اینا من میخورم، دستون درد نکنه. خیلی ممنونم که گوش کردید. تشکر. قربان شما. فقط این مواد شیمیایی رو میذارن که سفید بشه قند. بله این بلانکیت ترم میشه. چی بشه؟ مثلا دیدی قند هرچی مرغوب‌تر باشه ترش‌تر. نه ببینید، نه ببینید
اون بلانکیت رو میذارن برای سفید کردن و یه رمزی داره، مقداری از این قندی که پخته شده میریزن تو یه پاتیلی، هم میزنن، صافش میکنن، میریزن دوباره تو همون، این نرم میشه. خوشمزه. یزدی‌ها این کارو خیلی میکنن. یزدی‌ها، آخه من دوره میرفتم یزد، میرفتم ببینم اینا چی کار میکنن که قندشون نرم میشه. رفتم یاد گرفتم که اینا یه مقداری از قندی که هنوز پخته نشده میریزن تو یه پاتیلی، هم میزنن، دوباره اینو برمیگردن تو خودش، این نرم میشه. بله با این چیز جان اصلا نمیشه، شما نمیدونید. البته قبلا ما بلانکیتایی داشتیم آلمانی بود، باز بهتر بود. متاسفانه الان بلانکیت اومده چینی، یعنی شما نزدیکش بشید مغز داغون میکنه. بله